این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود. این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. ای حافظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. لا اکراه نیست، اکراه و جبر و زور فی الدین در قبولیت دین اسلام. قد تبین الرشد بدون شک واضح شده و روشن شده. الرشد راه هدایت و حق من الغی از راه گمراهی و باطل. فمن یکفر هر کسی که کفر و انکار کرد بالطاغوت به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله فقد استمسک بدون شک چنگ زدگیست بالعروة الوثقى به یک حلقه بسیار محکم لا انفصام لها که هرگز جدا نمی شود. والله سمیع علیم، الله سمیع است، میشنوه آوازتان، علیم است به نیاتتان. آیت 256 سورت بقره. در آیت قبلی الله مسئله توحید و معرفی ذات خدا بیان کرد که چه قسم ذات است و ما شما فهمیدیم که راه هدایت چیست، یعنی عقیده توحید به صورت درست بیان شد. حال یک سوال پیدا می شود که بعد از این وقتی که راه هدایت و حق معلوم شده، آیا زور و فشار به بالای کافر است؟ سرشان فشار بیاریم یا نبیاریم؟ به زور مسلمان بسازیمشان؟ الله رد میکنه، میگه لا اکراه فی الدین. زور، جبر و فشار به زور مسلمان کردن و قبولاندن دین اسلام به بالای کافر که مسلمان نشده نیست. چرا؟ به خاطر که راه اسلام واضح است، روشن است. و لا اکراه فی الدین تفسیر ازی است که لا اکراه یکی خو جمله خبری است، در ظاهر خوی نمیست که لا اکراه زور الله خبر میتن، جبر و فشار در دین نیست. ولی مفسرین میگه دی دو معناست، یکی که جمله خبری است و دوم جمله خبریه به معنای انشاء، به معنای لا تکرهو. انشاء یعنی نهی شدگیست، زور نکنین در قبولیت دین اسلام با بالای مردم، یعنی به زور مردم مسلمان نسازین. خب اگر لا اکراه جمله خبریه شوه، باز به دو معنا آمدگیست. قسمی که علامه قرطبی و غیره ذکر میکنن، یکی که لا اکراه فی الدین یعنی اکراه، جبر و فشار از جانب الله نیست در قبولاندن دین اسلام. لا اکراه من الله، از جانب الله اکراه نیست، فشار نیست، زور نیست. اکراه چی را میگه؟ گفتیم یک اجبار است، یک اکراه. اکراه اصل یک کسی را که یک کار، یک عمل یا یک سخن بد میبره، تو به زور میخوایی که اون عمل سرش انجام بدی. یعنی زور کردن به بالای مردم به بالای یک عملی که مکروه است، بد است به صورت طبیعی، ولی تو میخوایی که به بالای اونمو عملی را که بد میبره یا سخن است یا عمل به زور انجام بدی. باز اون عملی که مکروه است به زور توسط چی انجام میدی؟ توسط یک چیز دیگه، یک وسیله که او بسیار خطرناکتر است به بالای از اون که سزاست، جزاست. او میبینه که اگر من سخن نگویم یک مثلا مرا میزنه، یک چیز دیگه که بدتر است، یا مرا لط میکنه، او مجبور میشه که او کار انجام بده. باز در اکراه که است رضا اختیار است، رضا نمی باشه، و در اجبار که است اختیار و رضا هر دوش از بین میره. پس اینجا لا اکراه گفتیم که جمله خبریه شود، یک معنیش است که لا اکراه من الله، اکراه زور و فشار از جانب الله نیست. فی الدین، دین چه معنی؟ یعنی در قبولاندن عقیده اسلامی. دین به معنی عقیده است. امام راغب در مفردات، علامه قرطبی، ابو حیان در بحر المحیط میگه دین خود چندین معنا دارد. دین به معنای اطاعت، دین به معنای نظام و قانون، دین به معنای عقیده. اینجا دین به معنای عقیده است، یعنی اکراه، جبر و فشار، زور نیست.
از جانب الله فی الدین در قبولاندن عقیده اسلامی. در عقیده زور نیست، از جانب الله نیست. چرا؟ زیرا الله اختیار دادگیست و این مثل آیت سورت کهف است که الله می فرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر ان اعتدنا للظالمین نارا. فمن شاء کسی که میخواد فلیؤمن ایمان بیارد و من شاء کسی که میخواد فلیکفر کافر شد. یعنی اختیار است. الله میگه ما راه اسلام براتون بیان کردیم، راه هدایت حق بیان شده، اینال شما اختیاری هستین که ایمان میارین نمیارین. کافر که ایمان ناورده اختیاری است و این دلیل شما نموس اوجا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هدفش این نیست که ایمان کسی که ایمان میاره باید ایمان بیاره، کسی کافر می کافر شود. الله با کفر حکم نمیکنه ولی اختیار است. بعدن زجرش بیان میکنه که ان اعتدنا للظالمین نارا، ما بر ظالم آتش تعیین کردیم. مثلا تو یک بچه را میگی که این کارو نکو، نمیشه، میگه نه میکنم، باز میگی نمیشه، باز میگی که دلت این کارو میکنی، دلت نه، ولی جای با ما جزا برات تعیین کردیم. اینجا اکراه زور و فشار جانب الله نیست و دین در عقیده. یا دین اگر به معنای اسلام هم شود، یعنی در قبولیت دین اسلام، در قبولاندن دین اسلام. دوم اکراه به معنای عزیز که لا اکراه من الناس، از جانب انسان هم که مسلمانات اکراه جبر و فشار وجود نداره فی دین در قبولاندن عقیده. چی معنی؟ یعنی از طرف انسان زور بکنی به بالای کافر که ایمان بیاری نمیچله، این قابلیت تطبیق نداره. زور از طرف انسان قابلیت تطبیق نداره. چرا؟ به خاطر که دین خب به معنای عقیده است. عقیده یک چیز پنهانی است، در قلب است. خب اینا متوجه باشین. اینال امکانش نیست که ما عقیده را در قلب کافر داخل بکنیم. به زبان اگر یک کسی مجاهد باشه جنگ بکنه، کافر را بگه مسلمان شو کلشین کفر طرفش دور بده، او کافر چی میگه؟ این ما مسلمان، کلمه را به زبان میخوانه ولی قلبا ما میفهمیم که ایمان در قلبش رفت. میتونیم ایمان در قلبش داخل کنیم؟ نمیتونیم. قلبا امکانش نیست. انسان نمیتونه اکراه بکنه، یعنی اکراه نمیچله. زور از طرف انسان ناممکن است. اگر بسیار سرش فشار بیاریم به زبان میخوانه، قلبا ایمان نمیاره. یعنی از جانب انسان هم اکراه و زور نمیچله و از جانب الله خوب وجود نداره. الله زور نمیاره. الله ایمان اختیاری میخوانه، میخواهد از ما. ایمان جبری و زور نمیخواد. به اختیار خود ایمان آوردی، عقیده درست قبول کردی و این نعمت ها هست، به زور نی. الله ضرورت نداره به ایمان ما شما، زور نمیخواد. اینال باز این آیت مثل چی هست؟ مثل آیت سورت یونس که الله در سورت یونس آیت 99 می فرماید ولو شاء لآمن ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جميعا. ولو شاء الله اراده میکرد، ربت خالقت، لآمن حتم ایمان میورد، من فی الارض جميعا، کل کسایی که در زمینه، اگر الله میخواد. بعدا الله میفرماید افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. آیا ای پیامبر تو مجبور میسازی مردم، از زور میاری با بالای مردم فشار میاری حتی یکونوا مؤمنین، تو اینکه مؤمن شود؟ همزه استفهام انکاری است، یعنی تو نمیتونی. اگر تو بخوای که به زور مردم مسلمان کنی امکانش نیست، زیرا ایمان عقیده قلبی است، در قلب داخل کردن. ما قلب نمیبینیم، اگر ببینیم صحیح است. ایمان در قلب کسی رفت اونجا نوشته شود که ایمان، از پشت ببینیم باز میفهمیم که ایمان ناورده، زده میریم تا که قبول کنه. ولی اینجا امکانش نیست که ما ایمان در قلب کسی داخل کنیم. پس اگر جمله خبریه شود خلاص چی شد؟ که از جانب الله هم فشار و جبر نیست، زور نیست در قبولاندن عقیده اسلامی و ایمان، و از جانب انسانان نمیچله، امکانش نیست. این در صورتی که جمله خبریه باشد. باز هرچه مسئله اکراه در قوانین اسلام که است، مثلا در احکام، باز او در اینجا هیچ ارتباط نداره. علامت میگه احکام بیع و هبه و شراء و دیگه احکام اسلام که است، او به این ارتباط نداره. باز به این توجیهات این آیت منسوخ نمیشه. یعنی یک دید دیگه، یک تفسیر دیگه است که منسوخه، بعداً منسوخ نیست، عام است. یکم توصیه کنین از آیت ای تو میگه که لا اکراه فی الدین، بگو بیا نماز بخوان، میگه لا اکراه فی الدین،
در دین میگه زور نیست. چرا مردم به نماز به زور میبری؟ نه روزه بگی چرا روزه نمیگیری؟ لا اکراه فی الدین، اکراه نیست در دین. و همین قسم در یک کار این گناه را نکو، لا اکراه فی الدین، زور در دین نیست. چرا تو به زور مرا منع میکنی؟ این تو میگه به زور سر من نماز میخوانی، به زور سر من قرآن میخوانی. همین تو میگن نه از همین آیت استدلال می بیدینای چی آیت نمیفهمد. این هدف عقیده، در عقیده کافر که مسلمان نشده زور نیست. هرچی کسی که مسلمان شد ایمان قبول کرد باز کل احکام به زور تطبیق میشه، کل به زور. حتی در دنیا هم میتونه. با یکم تو میگه اسلام دین زور است، دین زور نیست برای کافر، ولی تو که ایمان قبول کردی بله به زور است. و در کل دنیا قانونش با زور است. یعنی که اسلام نیست که ما بگیم به اسلام عیب باشه. زور عیب نیست. اگه عیب باشه در کل دنیا از زور. همیال در امریکا که میری نه تابعیتش هم ایمان است. تابعیت قبول داری یا نه؟ قانون ما را میپذیری یا نه؟ میگه یا نه؟ هیچ زور میاره سرت که بیا تابعیت بگی به زور؟ نه امریکا زور میاره سرت، نه اروپا، نه روس، نه چین. به زور کسی را نمیبره، خودت میری. ولی هر وقتی که اونم قانونش قبول کردی، تابعیتش قبول کردی، تابعیت قبول کردن مثل که ایمان آوردن است. باز کل اینمی قانون با بالای به زور چی میشه؟ تطبیق میشه یا نمیشه؟ کلش به زوره. با زن تا گفته میتونی که حجاب کو، اگه حجاب نکرد چپکو بزنی یا دخترای تا یا یک تا دیگر؟ نه. اگه کسی با دختر خود به زور سرش حجاب کنه یا اعضای فامیل خدا، یا کسی به حجاب باشه سرش چشم کشی کنه بندیش میکنه، ببره برو بندی خانه. باز میگه حجاب ایجا فرض نیست، ایجا آزادی است، دموکراسی است، آزادی شخصی. اینمی آزادی را به زور سر تطبیق میکنه. باز ایجا زنتام به حجاب میشه، دخترتام اگر شد میشه، دلش اگر شد. و تو سونی سعی میکنی مجبور دوسی کده بودی، دوس میشی خلاص. اگر در اروپا بودی دوس هستی، اگر در امریکا بودی. حتی دخترت با کسی رابطه نامشروع میگیره، میایه یک طوره میاره در خانه، میگه این دوستم از دوست، تو مجبور طرفش خنده کنی. اینه حتی چای هم بیتی عزتش هم کنی، بگوی چه یک دوست خوبه پیدا کردی، از کجا پیدا کردی را؟ اینه دوست مطلق شدی. نه یه میره مطلق دوستی میگه. مطلق اینه میست کامل، یعنی که اگه احترامش هم بکو. در امریکا و اروپا اینمی قسم زندگی است. در فرانسه کسای اکثریت دوست است، دوشه الا ماشاءالله اکثریت مسلمان ها دوست شده. و دوست چی گفت که دوست شد چی میشه؟ دوست که شد یکی خود از نظر افغان ها بی غیرتی است نه؟ میگه دله دوست. در افغانستان همی دوست کلگی بد میبره. یه اصل در اسلام هم تقبیح شده و الله میفرماید که لا يدخل الجنة دیوس. دیوس باز جنت نمیبینه. جنت با دیوس حرام است. نه اگر دخترت به حیایی و به حجابی زنا که سکوت کردی جهنم میری. جهنم با دوسی میشه جهنم میری. دوسی تو نیست که یک چیز در دنیاوی بد باشه آخرت جرم نداشته باشه. جرم آخرت هم داره. خب در همین قسم قانون اروپا اونجا یک قانونی که همی دوسی است که به حجابی دیگه زنا و فحشا. اونجا زنا برزا زنا نیست، تجاوز جنسی جرم است. اونمو قانونی که برزا زنا است، یک کسی با دخترت زنا میکنه برزا تو را گرفته نمیتونی. اونمو قانون در امریکا با بالای تطبیق میکنه. شراب حلال است، شراب خوری یک تا را میبینی در شراب خوری چیز گفته نمیتونی. بچه دخترت میره شراب میخوره نباید چیز بگوی. اونمو قانون به زور سر تطبیق میکنه. اولادت به نماز حکم کرده نمیتونی که بیا بریم به صبح وقت به نماز بخیزا. یعنی می قانون ما اگر نه حکومتش بگوی که ما اولادای ما به زور سرش نماز میخوانم تو چرا نمیمانی؟ او میگه اینجا حق نداری. اینمی قانون دوسی را، اینمی قانون شرابخوری را، امی قانون سودخوری را به زور سرت چی میکنه؟ تطبیق میکنه. چرا؟ به خاطر که تابعیتش قبول کردی. تابعیتش مثل ایمان آوردن. تابعیت گرفتی گویا که با قانون امریکا ایمان آوردی خلاص.
دلت در قلبت ایمان باشه نباشه، قانون به زور با بالا چی میشه؟ تطبیق میشه. اینمی قسم اینجا کسی که مسلمان شد، مسلمان از اول است ایمان، یا مسلمان شد، باز کل قانون با بالایش به زور تطبیق میشه. دولت حکومت اسلامی باشه، میایه انشالله در آینده، خب در افغانستان مثلا یا در جایی که ما شما باشیم، و یا کافر بیا مسلمان شود، باز بگه که من شراب میخورم، باز ما او را میمانیم شراب بخوره؟ نه، ما میگیم شراب خورده نمیتانی. اگر بگه زور است، میگیم بله زور است. اگر شراب خورد، باز 40 دوره یا 80 دوره میزنیمش. میزنیم یا نمیزنیم؟ و همین قسم میگیم زنا کرده نمیتونی. اگر آمد که کسی بر رضایت یک زن بود، او را گفت بیا خیره که من زنا کنی، ما ای را که گیر کردیم اگر مجرد بود 100 دوره میزنیمش، اون شواهد یا ثابت شد یا اقرار کنه. و اگر ازدواج کرده بود سنگسارش میکنیم. بزور بزور هست دیگه، خیلی برزاست. و اینمی قسم اگر دزدی که دست قطع میکنیم، شواهد دلایل ثابت شد. و اگر آدم کشت قصاصش میکنیم. و اگر وقت نماز نامد بزور در نماز میاریمش. اینجا نماز بزور است، خب تو نیست که برزا باشه. حتی در جماعت بزور میاری مردارا. در اسلام در نماز بزور است. روزه خور هم ما در افغانستان زور میکنن یا نه؟ در افغانستان روزه خور هر کی گیر کنه یک سیلی بر رضای الله میزنش یا نه؟ میزنه. یعنی زور شد دیگه. چرا روزه خورا میزنی؟ روزه خورده. تو چی کار داری که خورده دیگه؟ نه چرا؟ یعنی میره میفهمه خواهی زور شد دیگه. یک نوع زور در افغانستان کلنگی قبول داره که روزه است. امی روزه خوره که کسی روزه را خورد در ماه رمضان گیر کرد، حالا کلگی میزنه. نه خواهی زور شد دیگه. آفرین. کافر بعد نمیبرد، روزه خوره بعد میبره. آفرین. میگه هو روزه خوره گیر کردیم دیگه نمیزنیم. امی نامش اینمی ایمان داره نداره میگه روزه خورده. خب اینال روزه به زور میگیریم سرش. ما میال کافر بیا ایمان بیاره با روزه بخوره، چپه قدم میزنیم، چپه میکنیم. و زکات به زور میگیریم یا نمیگیریم؟ این خود واضح است در اسلام. ابوبکر صدیق با مسلمانایی که گفتن زکات نمیتیم، بعدش کافر نشده بود. کل احکام قبول داریم، زکات نمیتیم. با امرایشان جهاد کرد یا نکرد؟ حدیث صحیح بخاری است. خب جهاد کرد. قسم به الله اگر یک گردن بندش تو را اینا نتن، ما به امرایشان جهاد قتال میکنم، میکشم. جنگ کرد با امرایشان، بسیارشان کشت تا اینکه آمدن زکات دادن. این حال در احکام زور است، هم در اسلام هم در قوانین کفری. اگر قوانین کفری نداشته باشم ما داریم، زیرا ما ایمان داریم، فهمیدی؟ ولی اونا هم دارن. ولی در عقیده و بالای کافر زور نیست. متوجه شدین؟ اینجا که مردم چی میگه؟ میگه در حقوق بشر ماده 30 ماده است، چی است؟ آزادی عقیده است. حقوق بشر آزادی عقیده یک اصل است، یک قانون است. یکی از ماده های 30 ماده‌ای اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اینمی ماده را هم بر کافر تطبیق میکنن هم بر مسلمان. بنان این ماده کفری است. اینمی ماده قانون حقوق بشر در منشور ملل متحد هم است و یکی از ارکان اساسی دموکراسی است، آزادی عقیده. بنان این اصل و این قانون یک قانون صریح کفری است. در کفر از این شک نیست. کسی شک کنه میره. بعد از فهم، بعد از اینکه فهمید که این قانون مخالف اسلام است. اینا در آزادی عقیده چی میگن؟ میگن مسلمان حق داره که از عقیده خود بگرده. آزادی عقیده آزاده. میگن یعنی میگن مسلمان حق داره که یهودی شوه یا نصرانی شوه یا کمونیست شوه یا از دین اسلام برای حق داره. چرا؟ زیرا آزادی عقیده آزاده. دلم مسلمان، دلم یهود، دلم نصارا، دلمی. کی گفته؟ اون اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته، دموکراسی گفته، منشور ملل متحد گفته. آزادی دین نه، دین آزاد. دلت در کدام دین است؟ عقیده آزاد. میگه تعصب دینی صحیح نیست. این کافرها ملل متحد خب اینا میگه.
ولی را بفهمین. دلیل چیست؟ اگر بگویی که مسلمان چی میگه؟ لا اکراه فی الدین، زور نیست در دین. صحیح کو هر خیس میزنه زایت استدلال. میگه الله میگه زور نیست، اون مسلمان کافر شده، تو را میکشی. ما میگیم مگه این تو باوری تحریف قرآن است؟ یهود شدی. یهود که از این قسم معنا کردن، این یهودی کارا میکرد. یهود شدی تو. یحرفون الکلمه مواضعه، یحرفون کلام الله. تحریف معنوی لفظی، این معنا را تغییر دادن. اگر جاهل هستی نمیفهمی خود گوش کن. بلکه احادیث سید بخاری مسلم است، حتی به تواتر رسیدگی است، متفق علیه، که من بدل دینه فقتلو، دین تبدیل کرد بکشین. و دیگه حدیث است که رسول الله میفرماید که یک انسان که از خونش مباح نمیشد، لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نیست ریختاندن خون شخص مسلمان الا به احدى الثلاث، مگه به یکی از سه کارا. یکیش چیست؟ الفارق للجمع، فارق جماعت، یعنی جماعت بیرون میشه. الفارق لدینه، جدا دین خدا اعلام میده، اسلام ترک کرد. این حدیث بخاریه. کافر شد، مرتد. جزای مرتد چی است؟ کشتن است، قتل. در اتفاق کل مسلمان است، هیچ کدام مذهب اختلاف هم نداره. کسی مرتد شد، جزای مرتد قتل است، قتل، اعدام، کشتن. این جز ایمان ماست. اگر قبول نداری مؤمن نیستی، هر کی باشه. کسی که مرتد شد جزایش مذهب حنفی، شافعی، مالکی، عطامی، تشیع و جعفری و سلفی و همه کرد، کل یک اتفاق، هیچ اختلاف. حد مرتد. این چی میگه؟ ما میگه مسیح شد عبدالرحمن فلانی، میگه اعدامش کو؟ میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین، زور در دین نیست. چی میگه؟ این مسلمانای تندرو هست. الله میگه زور نیست، این میگه است. او بدبخت بیدینی برای کسی است که ایمان ناورده. دین به معنی عقیده، زور نیست از جانب در قبولاندن عقیده به بالای کافر، یا در قبولاندن دین اسلام به بالای کافر. این معنی شد. تو نمیفهمی گپا. اگه آیت کسی نفهمین تو میگه آزادی عقیده. حتی مولوی ها هم دیدیم میگه در اسلام آزادی عقیده است، با میگه لا اکراه فی الدین. مولوی بیدین با یک گروه پیسه اومدی تو دین تفروختی، بگو که نیستی. مولوی را یک مولوی نی، بسیار مولوی را دیدیم، محقق و به نام محقق و به نام سر محقق و به نام جامع المعقول و المنقول و به نام چین و چنان میگه آزادی عقیده در اسلام است، لا اکراه فی الدین. ای بی دین گفتم آیت میزنه، اینا مردم چی میفهمه عوام؟ این بسیاری آیت مهمه که باید معنایش بفهمید. دوم، اکراه به معنای جمله انشائیه شود، لا تکرهو نهی شود، زور نکنین در دین به بالای مردم در قبولاندن دین اسلام. ای مسلمان لا تکرهو، به زور مسلمان نکنین، فشار نبیارین فی الدین در قبولاندن دین اسلام به بالای کافر. اگه این گپ شود، باز در اینجا عبدالله ابن مسعود میگه یاد منسوخ است. و همین قسم بسیار صحابه تابعین دیگه منسوخ است. میگه باید چی منسوخ است؟ باید قتال و قاتلوا فی سبیل الله. این میگه وقتی که آیت سوره توبه آمد قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر حتی یعطوا الجزیه، کسایی که با الله و روز قیامت ایمان ندارن از یهود و نصارا تا که جزیه نتن بجنگین. این منسوخ شده. اگر ما جنگ باز قتال که آمد، مگری که اینا لحکم یهود و نصارا کافر چیست، یا جزیه بته یا مسلمان شو یا کشته میش، دیگه هیچ راه نداره کافر. این تندروی نشد؟ نه، می تندروی شد. تندروی چی میکنه؟ اینمی اسلام هست. اسلام اینمی. کافر هم میگم زندگی میکنی یا حکومت برات اجازه نیست، نمیتونی صاحب حکومت باشی. من حیث افراد زندگی کو، تجارت میکنی، هر کاروبار تا بکو، ولی جزیه بده. جزیه چیست؟ مالیات که عالم میگن. نه، اینم جزیه است. خب با امیال خودم کافرها با کشورهای خودشان جزیه میتن. 20% مالیات میته یا نه؟ 10%، 20%، 30%. حکومت اسلامی که بیاد با بالای سرمایه دارایش، غریب هم نه، با بالای غریبش مالیات جزیه نمیمانه.
با بالای سرمایه دارای سالانه یک 10% یا 5% مطابق حالشان میمونه. از همین جزیه که فعلا این حکومت ها میگیرن مالیات کم میمانه. این حکومت های کفری نظام کاپیتالیسم سرمایه داری به طریق مالیات خدا میچلانن، پول ما و شما را میگیره. یعنی میال از همین دکاندارا و اینا کلش مالیات به زور گرفتن میشه یا نه؟ اون دکاندارا دکانا را اعلام کردن، تظاهرات کردن یا نکردن؟ یعنی میال حکومت مسلمان ها را مثل یهود نصارا جزیه گرفته رئیس. این حکومت ظالم 20% 30% این ظلم کرده رئیس. مردم میال کرای دکان خود دادن میره، این مالیات میگیره. بعضی مولوی های جاهلی که از اسلام خبر نیست، جاهل سر خود لنگی سفید مانده میگه ما مالیه میتیم. بد میکنی یهود هستی یا نصارا هستی یا مسلمان هستی؟ تو مالیه گرفتن در اسلام حرام است، این ناجایز است. هیچ مالیات نیست در اسلام. خود دیگه است، زکات است، او را زکات میگیره به فقرا میده. خراج است، فی است، غنیمت است، رای درآمد حکومت اسلامی. پس به معنی اگه این شود که شما زور نکنین در قبولاندن دین اسلام، باز منسوخ میشه به یک. اگر نه که اون معنا رو نگیریم بلکه به معنی جمله خبریه بگیریم، باز به اون معنا منسوخ نیست. حتی بیان الرشد من الغی، بدون شک چرا از جبر و فشار از جانب الله در قبولاندن دین و عقیده نیست؟ به خاطر که واضح شده. این دلیل است. حتی بیان خوب واضح و روشن شده الرشد، راه رشد، راه هدایت، راه حق و راه اسلام واضح، من الغی، از راه باطل، از راه گمراهی، از راه کفر. یعنی راه اسلام من فرقیت تفریقی است، راه هدایت و راه حق واضح است، از راه گمراهی. زور نه ایمان میاری یا نه بیا ایمان بیا. حتی در سبب نزول از یک روایت صحیح آمد، عبدالله بن عباس میگه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله بنو نضیر جلاوطن کرد، روایتش هم صحیح است، موقوف است. گفت که بعضی از این زنایی که اولاد نمیکنن نظر کرده بودن که اگر الله با ما اولاد بده این یهودی میسازیم پیش از اسلام. به خاطر که میگفت کسی یهودی شه عمرش دراز میشه. همین یهودی‌ها در مدینه همین فرهنگ چی کرده بودن، کسی یهودی شه عمرش دراز میشه، این میشه اون میشه. این نظر کرده بود که اولاد ما اگر پیدا شد یهودی کرده بودش. وقتی که رسول الله میاره جلاوطن کرد، بنو نضیر، او سه قبیله که اولان در مدینه منوره بود، بنو نضیر، بنو قریظه و بنو قینقاع. بنو نضیر گفت براین خیانت کرده بودن، خلاف عهد و پیمان خدا کار کرده بودن. وقتی که میبرامد انصار گفت اولادای ما پیش از ایناست، ما نمیمانیم اولادا را ببرن، یا خو یهود هستن، یهود میکنن اینا را، ما اینا را ایسو میاریم به زور مسلمان میکنیم. الله آیات نازل کرد که لا اکراه فی الدین، یعنی یهود کافر که کافر است و مسلمان به زور نمیشه، بانش که بره. اینی سبب نزولش. اگر به اعتبار سبب نزول میگیم آزادی عقیده ثابت نمیشه. اگر به اعتبار کلام مفسر میگیم، اگر تو میگی که از اینجا به معنی آزادی عقیده ای که مسلمان میتونه کافر شود، تو بیدین میشی، کافر میشی به تفسیر کردن و دشمن الله هستی. بعضی ها میاد حتی تفسیر میکنه. سیکولرای بیدینا چند تا جوان 4 گرد خود جمع کرده، نظام کفری را از قرآن یاد میده. کفر است، با آیات قرآن کفر تطبیق میکنه. هستن اعضای پارلمان، نامشان نمیگیرم. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب الله عالمی فرماید که وقتی که اسلام واضح است، فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر کرد، کفر معنای لغویش انکار کرد، به طاغوت، به طاغوت، و یؤمن بالله، ایمان آورد به الله، بدون شک این چنگ زدگی است به حلقه بسیار آهنی محکم. طاغوت چی را میگه؟ لفظش چی است؟ ابو علی سلمان فارسی که از جمله اهل لغت و نحوی است میگه طاغوت به معنای مصدر است، یعنی طغیان، سرکشی، از طغیان گرفته شده. و سیبویهی که امام نحو است او میگه طاغوت اسم جنس است، جنسی که به مفرد هم استعمال میشه، به یک فرد طاغوت، به جمع، به 1000 نفر هم بردوش استعمال میشه. و مبرد میگوید که طاغوت به معنای چیز است، یک لفظ مؤنث است، به لفظ جمع است. طاغوت جمع، مفردش طاغیه، طاغی.
خب این خب به حساب معنای لغویش بود. مصداق از این چیست؟ مجاهد و قتاده و غیره میگه که طاغوت به معنای شیطان. شیطان انسی باشه یا جنی. شیطان های انسی مثل امیر جمهورهای امریکا و اروپایی ها شیطان های انسی هستند. مردم به کفر دعوت کرده رایستن، نه به زور و پیسه و غیره. شیطان های جنی کنه حتی درک انسان هم داخل میشه. کسی کفر کرد به طاغوت یعنی به شیاطین انسی و جنی و ایمان آورد به الله، با یقینا این به یک حلقه محکم چنگ ایمان عزیز است. اگر طاغوت چیز بگیریم. دوم یک ابن جریر میگه طاغوت به معنای کاهن. کاهن کسی که از غیب خبر میده، فالبینا. کسی کفر کرد به طاغوت ایمان آورد به الله، ایمان عزیز است. یعنی با فالبین ایمان تصدیق نکنی که کافر میشه، ایمانت صحیح نیست. کاهنا از غیب خبر میتن، نه فالبینا. یک عالم دیگه میگه که طاغوت به معنای ساحر. کسی به سحر کفر کرد انکار یا ساحرا، به ساحر و سحر ایمان نبیاری، سحر قبول نکنی که کافر میشی. سحر باید از عقیدت بکشی، ایمان به سحر. دیگه ای که طاغوت به معنای معبود، کل معبود من دونی، هر معبودی که غیر از الله عبادت شد. کسی که کفر کرد به طاغوت، به معبودای غیر الله، مثلا اصنام است، بتا است، پیرا است، هر چی که است. حتی طاغوت کسی را گفته میشه یک معنای دیگه چیست که عبادت شو و ای راضی باشه. مثلا پیر صاحب، پیر مریدایش عبادت میکنه، رکوع میکنه، سجده میکنه، برش نظر میکنه، این قرار خوشحال است. نه، این طاغوت شد، این کافر شده. الله نجات بده. اگر یک کسی بیا مرا عبادت کنه علیاذ بالله و من راضی باشم، من کافر میشم، هر کی باشه. پیر کسی عبادت کرد یا بعض صفات الوهیت برش داد که تو غیب دان هستی، پیر صاحب در نعتا و شعرها برش خوان، پیر صاحب خنده کرد، کافر میشه. پیر باید ردش کنه. یا کسی در شعر خود نه، حدیث صحیح است، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که و رسول الله فینا یعلم ما فی غدا، او کما قال، رسول الله در بین ماست که پیامبری است که فردا را میفهمه چی تیر میشه. پیامبر منع کرد، گفت گپ نگو، دیگه گپای تا بگو. چی میگی؟ گفت من گپای کی میفهمم فردا چی میشه. ولی پیرا را که بگویی که پیر صاحب در آینده میفهمه، 100 سال پیش هم میفهمه، 100 سال بعد هم میفهمه، نه در شیرا، ای تو خوشحال میشه که والا مرا صفت کافر میشی، میگه پا خوش نشوی. پس طاغوت کسی که عبادت میشه و ای راضی باش، رکوع میشه، سجده میشه، صفات الله برش گفته میشه، نه مشکل باشه. آیا یا کسی تو را بسیار تعریف میکنه از حد زیاد، او را بگو که من قد به این درجه نیستم، به من اندازه بگو که هستم. این بسیار خطرناک است. پس طاغوت هر معبودی که عبادت شوی راضی شود، بتای کل شا گفته میشه. اینال الله در ایمان چی میفرماید؟ میگه اول در ایمانت کافر شو، یعنی منکر شو از معبودای غیر الله، از شیاطین و دیگه طاغوت نظام قوانین هم گفته میشه، قوانین کفری را که به معنای مصدر شد. از طغیان قوانین کفری است، از سرکشی، از این چیزها کافر شو. این در کلمه توحید آمد است، لا اله الا. اول چی می؟ لا اله، هیچ معبود بر حق نیست. معبودای باطل اول رد میکنی، لا اول انکار میکنی، الا الله، مگر صرف الله. اول چی میکنی؟ فمن یکفر به طاغوت، کسی که به طاغوت، به رئیسای کفار، کسایی که عبادتشان میشه، قوانین و نظامای کفری کافر شد، یعنی منکر شد و ایمان آورد به الله، به صفاتش، به معبود بودنش، به قوانین و دستورش، فقد استمسک، اینی ایمان صحیح است، این مومن شده و این چنگ زدگیست به حلقه ایمان. یکم تا چی میگه؟ من هم دموکرات هستم، هم یک انسان آزاد هستم و هم مسلمان هستم. نیستی مسلمان، کافر. میگه هم دموکرات هستم. دموکرات چی معنی؟ بگو دموکرات. یکم تا دیگه چی میگه؟ من هم عضو سازمان حزب خلق هستم و هم مسلمان هستم. نیستی مسلمان، کافر بیدی. حزب خلق هم هستی و مسلمان هم هستی. یا میگه هم سازمان شانگهای فلانی هستم و هم در پیمان ناتو هستم و هم دوستای کافر هستم، کت کافرها، و هم مومن هستم. چی میشه؟ نمیشی. این جمع نمیشه. این مثل که آتش آب تو در اینجا جمع کردی، امکانش نیست. نه،
اول باید کفار رد کنی، قوانینشن، نظامها، شیاطین، نظامهای شاید کلش منکر شو، نفرت داشته باشی، بعد از او ایمانت صحیح، بعد از او ایمان بیار. اول اعلان براءت است، نه تبرع، ولو براءت از نظامها و قوانین کفری، بعد از او ایمان آوردن. غیر از او متاسفانه می افغانستانیای ما و شما ایمانش صحیح نیست. چی میگه؟ همین کافرها باشه یا نه؟ و بهتر کافر نباشه، ما و شما کاربار کی کده میتونیم. این ایمانش رفت. حالا تو چی میکنی؟ کافر میگی باشه، کافر منکر شو از طاغوت و کافر، طاغیا و بیدینا، نظامای دموکراسی، با دموکراسی منکر شو. فمن یکفر بالطاغوت، یعنی دموکراسی خودش طاغوته، از این منکر شو، از کمونیسم منکر شو، از کاپیتالیسم بازار آزاد و گپا. و یؤمن بالله، ایمان بیارد به الله، یعنی به ذات الله و صفاتش، قانونش، معبود بودنش. فقد استمسک، یؤمن بالله شد. فمن یکفر بالطاغوت لا اله، یؤمن بالله الا الله شد. لا اله الا الله. فقد استمسک، بدون شک، قد استمسک چنگ زده. استمسک را سعی کنید دیگه چند تاکیدات هست. یکی لفظ ماضی است، از قبل چنگ زده، این تو ایمان میگه بسیار محکمه. و استمساکی محکم گرفته، چنگ میتون منگولی لگولی ده. بالعروه، عروه مو حلقه آهنی را گفته میشه که بسیار الوثقا که خوب محکم هم باشه، و حلقه که بیخی فولادی باشه. الله می فرماید که این چنگ زدگی است به یک حلقه الوثقا بسیار محکمی، لن فسام، ای دیگه تاکید که هرگز جدا نمی شود. جدایی لن فسام لا که سکلدنی نیست، نمیسکله، بریده نمیشه. این تو حلقه فولادی است که هیچ بریده نمیشه. الله اینجا تشبیه داده ایمان تشبیه داد تعقیل توحید. کسی که فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، عقیده توحیده. وقتی که با دلایل از قرآن و وحی محکم شد، دلایل وحی این به حد محکم می شود، به شرطی که ایمان دیگه می تو تحقیقی باشه، یعنی علمی باشه، تقلیدی نباشه. باز اگر هر نوع طوفان کفر بیاد، فتنه ها بیاد، فشارها سرت بیاد، بندی خانه بیاد، هیچ تو محکم است. همیال چقدر طوفان های فتنه هست، دموکراسی است، کفر است، سیست. ولی اگر کسی ایمانش همی تو صحیح بود، با دلایل بود، مطابق در روشنی قرآن بود، آگاهانه بود، هیچ فتنه سرش تاثیر نداره، محکم است. لنفسامه بریده نمیشه. اگر نه یک طوفان کفری آمد، دموکراسی آمد، بی که رفت ایمانی ازی. یه خو مثل متار بسیار عاجزه کسی، مثل تار مسکوله میره دیگه. بی چی میگه؟ ما در افغانستان دموکراسی واقعی میخوایم. این آدم کیست؟ مجاهد هم از تخلصش. خب 14 سال علیه روس هم جهاد کرده. دموکراسی که آمد چی گفت؟ از صدایش از نافش میبرم، دستی که چیخ میزن. خود در پارلمان کاندید کرده بود. خب یک 500 مولوی چی میگه؟ ناره تکبیر. توبه استغفرالله. من گفتم او کفر میگه، این ناره تکبیر میگه. حال نامش نمیگیرم. 14 سال جهاد کرده، تخلصش هم مجاهد است، سر نامش هم ملاست، آخر نامش هم مجاهد. چی میگه؟ ما در افغانستان دموکراسی واقعی میخوایم. حالا چرا تو چیخ میزنی؟ میخوایم در پارلمان برم. گفتم کافر شدی حال تو به تو چیزا؟ نه واقعی چی معنا؟ یعنی اسلام. واقعی. گفتم واقعی کفر سری را گفتی تو. حالا چرا نمیگی که ما در افغانستان اسلام واقعی میخوایم؟ چرا تو نمیگی؟ میگی دموکراسی واقعی میخوایم. گفتم تو کفر به طاغوت نکردی. کفر به طاغوت اگه میکردی گپ نمیگفتی. آیت 59 60. سعی کنید الله در آیت 59 چی میگه؟ 60. علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يتحاكموا الى الطاغوت. آیا نمیبینی تو علم نداری به کسایی گمان میکنن؟ نه زعمشان نیست. بسیار مسلمانات میگن ما ایمان داریم، نه منافق هستن. یزعمون دعوا میکنن انهم آمنو، که اینا ایمان دارن به ما انزل الیک، با اون کتابی که به تو نازل شده. به قرآن ایمان داریم. و ما انزل من قبلک، با اون کتابی که پیش از تو نازل شده. ولی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کوشش میکنن که فیصله خدا به طاغوت ببرن، یعنی به قوانین و نظام غیر اسلام، به دموکراسی، قوانین کفری فیصله را میخوان به یهودیت و نصرانیت و کفری ها ببرن. و قد امروا ان یکفروا به،
بدون شک امر شدند که کافر شوند به طاغوت. اینجا طاغوت به معنی قانون نظام است، فیصله است، خب محکمه کفار است. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کوشش میکنه که گمراهشان کنه به گمراهی کاملا از حق دور، یعنی کافرشان کنه. بازی تو آدم ها را که دموکراسی میگن و قانون خدا و حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین بین المللی، این میکنش طاغوت است. و اذا قیل، وقتی که گفته شد برایشان تعالوا الی ما انزل الله، بین بان احکام قوانینی که الله نازل کرده و الی الرسول با پیامبرش نازل کرده، قرآن و سنت، رأیت المنافقین، میبینی منافق کسی قلبا کافره، یصدون عنک صدودا، منع میکنن از تو مردم بمانع شدن. این صفت منافق است که این کار میکند. و همین قسم پیش از این یک آیت است، آیت 51. علم تر الی الذی، دمی سورت است، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اینه الله می صفت کافری است که به طاغوت ایمان میاره. آیت 51 سورت نساء. آیا نمیبینی به طرف کسایی که داده شده برشان یک سه از علم کتاب، یا نیمچه ملایان، نیمچه ملای یهود میگه، خب یؤمنون ایمان میارن بالجبت، به جبت، به سحر، به جادو، به کاهن و اینا، و طاغوت و به طاغوت، به نظام‌ها و قوانین کفری، به یهودیت، نصرانیت و معبودای غیر الله. و یقولون للذین کفروا، میگوین برای کافرها، هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، یا بسیار از مؤمنین که به هدایت هستند. چی میگه کافر؟ راه از یا راه خوبه، دموکراسی بسیار راه خوب. این صفت یهود است. الله میگه اولئک الذین لعنهم الله، یا کسایی که الله اینا رو لعنت کرده. پس کسی که به طاغوت ایمان میاره او کافر است. مؤمن کس فمن یکفر، کافر شود به طاغوت، شیطان است، انس است، کافر است، رئیسای کافر، نظامای کفری است. بازی ایمانش محکم است و فتنه ها هیچ سرش تاثیر نداره. در غیر از اون مشکل است. والله سمیع، الله میشنوه آوازای شما را، علیم، عالم است بنیاتتان. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله ولی دوست است از برای کسایی که ایمان آوردند، یخرجو بیرون میکند الله هممی مؤمنین را، من الظلمات از تاریکی های کفر و شک و شبهات، الی النور بر روشنی اسلام، توحید و قرآن. والذین کفروا، کسای کافر است، منکر هستند از قرآن و پیامبر توحید، اولیاءهم دوستای از اینا، مددگارایشان، الطاغوت، دوست کافر طاغوت است. یخرجونم بیرون میکنه طاغوتای کافرها را، من النور از روشنی اسلام و وحی و توحید قرآن، الی الظلمات با تاریکی کفر و شرک و کمونیسم و دموکراسی و غیره. اولئک اصحاب النار، یا صاحبای آتش است، هم فیها خالدون، اینا در آتش همیشه میمانند. یکم دفعه ما میگیم دموکراسی نظام کفر، مردم چی میگن؟ نه دموکراسی اسلامی نیست. نه ما دموکراسی اسلامی میخوایم. اسلامی چی میکنه؟ حال دموکراسی های نظام کفر. حال یک کسی بگه ما هندویسم اسلامی میخوایم، میشه؟ نه هندوی اسلامی میشه؟ نه. حال کمونیستی اسلامی میشه؟ کمونیسم اسلامی. همین دموکراسی هم نمیتونه. بعضی میگه سکولاریسم دینی میخوایم. نه سکولاریسم دینی حال امکان نداره. کفر میارید آخرش دین میچسبونید. الله در اینجا الله ای را میفرماید که کسی که از طاغوت منکر شد، این دوستی با الله کرد، الله ای را معاونت میکنه، مددش میکنه. الله ولی است. ولی در لغت به معنی قرب و نزدیکت است، نزدیک شدن. الله در قرآن میگه ای والذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود نصارا را اولیاء دوست نگیرید، یا نزدیکش نشه. نزدیکت با یهود نصارا نکنید، دوستی نکنید. دیگه ولی به معنی محب، دوست، دیگه به معنی مددگار میاد. الله ولی است، دوست است، محبت کننده است، الذین آمنوا با مؤمنین، کسایی که همی تو ایمان داره که از طاغوت منکر است. همی ایمان در اسلام همیست. ایمانای دیگه اعتبار نداره. ایمان قرآنی دوست ایمان مؤمنین است، معاونشان است، مددگارشان است، نزدیک است به مؤمنین. الله چی میکنه؟ او کار او نزدیکی و دوستیش چیست؟ یخرجو بیرون میکنه الله این مؤمنین را من الظلمات، از کفر به سوی روشنی اسلام. ظلمات چی گفتیم؟ به معنی کفر و شک و شبهات. اینجا سوال پیدا میشه که کسی که ایمان داره، الله میفرماید که الله اینا را از ظلمات، یعنی از کفر بیرون میکنه به ایمان.
یا خود کفر نیستن یا خود ایمان دارن. سوال جوابش است که صحابه قبل از ایمان بسیارش در عقاید جهالت کفر شرک بود، الله بیرونشان کرد، ایمان آورد. یا ظلمات با معنی شک و شبهات، شک و شبه در دین پیدا میکنه، نه همین کافرها. الله چی میکند؟ کسی که با الله چنگ زده و ایمان عمل میکنه بیرونش میکند من الظلمات، از قوانین و نظامهای شک و شبهات، از وسوسه های شیطانی، من الی النور، بروشنی توحید و ایمان و قرآن. واقعا همینطور است. همیال یک شک و شبه یکم دفعه در دل ما شیطان پیدا میکنه، یاره که میبینی، ولی همی آیات های قرآن اینا که میآید ایمان ما قوی میشه، شک و شبهات رد میشه. الله ما را شکوک و شبهات بیرون میکنه. اگر در شک و شبهات بیفتی آخرش کافر میشه. میریم یک شک، دیگر روز دیگر شک، دیگر روز دیگر شک، دیگر روز میبینیم که میگه والا نه ما شکی شدیم، دیگر روز میبینیم میگه کافر شدیم. خلاص شک میره به کفر. والذین کفروا، کسایی که کافر است، منکر از قرآن است، اولیاءهم، دوستای از اینا، مددگارای از اینا، نزدیکان از اینا، الطاغوت و طاغوت. طاغوت کیست؟ شیاطین انسی و جنی. این رئیس جمهورای امریکا و اینا اولین طاغوت ها شیطان جنی با ایناست. دوست از یا اینمی رئیس جمهور امریکا است، رئیس جمهور بریتانیا، انگلستان، اینا دوستای از اینا. محبینشان هم نه، میگن دوستای بین المللی نه، نزدیکانشان هم میاد هستن. یعنی چقدر نزدیکن، چقدر احترامشان میکنن. قوانین کفری را هم بسیار دوست دارند، دموکراسی و کمونیسم و طاغوت یک به معنای قانون است، نه؟ خب با نتیجه یا چی میکنن؟ یخرجون، بیرون میکنن امی طاغوتا، هم امی اولیاء خدا نه، کافرها را که به اینا نزدیک شدن، من النور، از روشنی قرآن و اسلام و توحید و ایمان بیرونش میکنن. با کجا میبره؟ الی الظلمات، با کفر، با قوانین کفری و نظامای کفری، دموکراسی و کمونیستی و حقوق بشر و حقوق زن و اینه به تاریکی ها، شک و شبهات، بالاخره کافر میسازش. یعنی ما شما میبینیم، نه؟ ببینین همی رئیس جمهورای به نام مسلمان ها را در کل دنیا کرد، چقدر کافرای ها را تشویق میکن، بیرونشان میکنن، از روشنی اسلام بردش به تاریکی های کفر. اولئک اصحاب النار، اینا صاحبای آتش هستند. اینی کسا الله می خطرش است، در آتش ملازمین است، لازم است، آتش در وجود اینا چسبیدگی است. هم اینها فیا، در آتش خالدون، همیشه میمانند. چرا؟ کافر شد. دوستی با طاغوت، قوانین کفری خطا، ایمانت میره. ایمان عقلا خود نگاه کنه. علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. آیا نمی بینی علمت نرسیده الی الذی، به طرف او طاغوت کلان و کافر، حاجک محاجه و گفتگو بحث مناظره کرد ابراهیم با ابراهیم علیه السلام فی ربی، در ارتباط رب و معبود ابراهیم، ان آتاه الله الملک، بخاطر که الله داده بود به این کافر الملک، پادشاهی را. اسقال، وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام ربی الذی، رب ما و خالق و معبود ما، الذی، آن ذات است، یحیی، که زنده می کند، مردار و یمیتو، می میراند زنده را مرگ به بالش میره، یحیی، حیات میته به موجودات. قال، گفت امی کافر انا احیی، من زنده میکنم، و امید، من میمیرانم، من همی کارم میکنم. قال، گفت ابراهیم علیه السلام فإن الله یأتی بالشمس، الله که است بدون شک یأتی میآورد بالشمس، با آفتاب، من المشرق، از طرف شرق میاره آفتاب، فأت، بیار توی کافر بها به می آفتاب، من المغرب، از طرف غرب، تو بی امی آفتاب از طرف مغرب بیا. فبهتا، حیران شد، پریشان شد، الذی کفر، کسی کافر شده بود، حیران، چوب شد، ساکت شد، شکست خورد در این مناظره. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه، توفیق نمیده القوم، آن قومی را، ظالم، که ظالم باشه و کافر باشه. ظالم و کافره که طلب حق در وجود از او نیست، او را هیچ هدایت نمیکنه، ضد و اینات مناظره میکنه به ناحق، این را الله هیچ هدایت نمیکنه. علم ترى، الله مثالای امی اولیای طاغوت و اولیای رحمان بیان میکند. قبلا بیان کرد که الله دوست مومنین است، از تاریکی ها بر روشنی میاره. کافرها دوست چی است؟ طاغوت و کفار، کسای کافر شده، دوست شیطان ها، اونا را از روشنی،
از روشنی ایمان به کفر میبره. حالا مثالایش بیان میکنه. 3 مثال بیان میکنه. یک مثالشی که الله سعی کنین میگه ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، با طاغوت کفر کرده بود، انکار کرده بود، عقیده صحیح داشت. الله از تاریکی های شک و شبهات نجاتش داد. در مناظره علیه نمرود کامیابش کرد و نمرود شکست خورد. علم ترى آیا علمت نرسیده به کسایی که الذی کی بود؟ در اینجا مفسرین میگه که یک کسی پادشاه به نام نمرود یا نمروز آخر زال داره و این بعضی میگه از اولاد سام بود، بعضی میگه از اولاد حام بود، حام ابن نوح علیه السلام. و این یک شهر جور کرده بود در عراق، در بابل. بسیار اونجا تخت جور کرده بود، قصر جور کرده بود. اولین پادشاهی است که تاج سر خود ماند و یک دیکتاتور خطرناک بود. پادشاهیش به حدی بود که دعوای ربوبیت کرد. گفت من رب هستم. یک فرعون یکی هم گفت من رب هستم. گفت من بعضی را رزق میتم، بعضی را نمیتم، بعضی را میکشم، بعضی را میمم. نمیبینین کل اختیارات پیش من. دعوای چی کرده بود؟ دعوای الوهیت. بعض عبادت مرا کنین، اطاعت مرا کنین. ابراهیم علیه السلام با همراهش مناظره کرد. این در کدام وقت بود مناظرش؟ بعضی میگه بعد از اینکه آتش انداختندش مناظره کرد، بعضی میگه که مردم قحط سالی را سرش آورده بود، هر کسی که بر ربوبیت از او اقرار نمیکرد کتش مناظره میکرد. ابراهیم علیه السلام گفت ربت کیست؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت. رب ما کسی است که میمیرانه و زنده میکنه. این گفت من میتونم. دید که بسیار بیعقل است. گفت که خیره به ما که از آفتاب از طرف شرق میاره، تو بیار از طرف غرب اگر اله هستی. و ایران چپ شد. فبهت الذی کفر. حیران شد، شکست خورد. او را الله عقلش گرفته بود. نگفت خیلی تو بگی الله از طرف مغرب از طرف غرب خیلی تو بیار آفتابه. نه نگفت. الله که از کافر در مناظره هم شکست میده. زیاد اگپار در ذهنش نمیاره. و این سبب ازی شد که شکست بخوره و ابراهیم علیه السلام و بسیار کسا ایمان بیاره. والله علم ایمان آورده یعنی شکست خورده. علم تر الی الذی خودش خو ایمانش هیچ معلوم نیست یعنی دیگه کسا را میگه. آیا علم نداری به طرف شخص حاجه که بحث و مناظره کرد؟ حاج اثر در باطل استعمال میشه. این با باطل گفتگو کرد. این کافران هم ببینیم مناظره باطل میکنه. ابراهیم با ابراهیم علیه السلام. ابراهیم هم پیامبر جهانی است که کل انبیا در اولادش آمده. فی ربی در ارتباط رب یعنی در توحید ربوبیت، این که متصرف در کائناتی میگفت من هستم. دلیل از این مناظره چی بود؟ الله علتش میگه ان آتاه الله الملک، به خاطر که الله برای از این ملک، پادشاهی، مال، سرمایه، فوج، نیرو، لشکر داده بود. بسیاری ها را که مال و سرمایه و حکومت آمد متکبر میشه. نه تکبر سبب این میشه که دعوای خدایی کنه و کافر میشه. از قال وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام و این را براتون گفتیم که در عراق بود. در عراق بود، شهر بابل نمرود. گفت ابراهیم علیه السلام ربی، رب ما، معبود ما، متصرف ما، الذی آن ذات است یحیی که زنده میکنه و میمیرانه. چی معنی؟ یعنی این انسان ها را زنده کرده، حیوان ها را زنده میکنه، نباتات سرسبز میکنه و یمیت مرگ میاره. این انسان ها را میکشه، حیوان ها را و دیگه نباتات زرد میگردن. این حیات ما. قال ای کافر گفت انا احیی و امیت. انا ما کسی کلمه انا ما زنده میکنم میمیرانم. بعد مفسرین میگه که این چیز زنده کردن قبی عقل بود، نمیفهمید که زنده کردن نیست، روح پرتو بکش. این فکر کرد که زنده کردنی که یکی را آزاد کنه دیگه را. گفت چی قسم زنده میکنی؟ یک کسی گفت حکم اعدام با بالای صادر شده بود، او را گفت برو بخشیدم. گفت این مرده زندهش کردم. دیگه کس حکم اعدام بیگناه بود، گفت ببر این را بکشید. او را بردن کشتن. گفت دیدی که من هم زنده کردم، هم کشتم. هم زنده کردم، هم احیا کردم، هم اون از بین بردم. ابراهیم علیه السلام دید که این بسیار بیعقل است. گفت بیا به این یک دلیل دیگه بگو. این جاهل است، بسیاری گپار نفهمید. قال گفت ابراهیم علیه السلام فإن الله یأتی بالشمس، الله ذاتی است که میآورد آفتاب من المشرق، از طرف مشرق آن میبینی. فأتی بیار تو کافر بها به می آفتاب من المغرب، از طرف غرب. آفتاب خیلی صبح بلند کن. این گپا که گفت این خود دیگه چی کردن نمیتونست. فبهت، حیران شد، ساکت شد، چپ شد. الذی آن شخص کافر شد. کسی کافر بود. کفرش چی بود؟ دعوای خدایی کرد. هر که دعوای خدایی کنه کافره. یعنی الله هدایتش نکرد. والله لا یهدی القوم الظالمین. الله قوم ظالمو
مشرک کافر هدایت نمیکنه، مؤمن هدایت میکنه. بله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما جهاد میکنه الله میگه حتمی راه های هدایت بر شما نشان میتیم، هدایتش میکنیم. کافر الله هدایت نمیکنه. اینجا یک سوال نیست که آیا ابراهیم علیه السلام دلیل اول از این پذیرفت که انا احیی و امید؟ سوال مفسرین در اینجا بسیار بحث کرده، امام رازی و ابن کثیر و غیره. میگه باید ابراهیم علیه السلام خود جواب میداد که او گفت من مرده را زنده میکنم. چرا جواب نداده؟ جوابش است که نه، این مدعایشان همیست که او گفت، ابراهیم علیه السلام گفت که رب من زنده میکنه، ای گفت من میکنم. این دعوا باز ابراهیم علیه السلام دلیل آورد، گفت دلیلش است که الله آفتاب از اون طرف میاره، تو بیار، این آورد، خلاص شکست خورد. آسان ترین جوابش همیست. و الله هر کافر در مناظره شکست میده، به شرط یک کسی با وحی و ایمان پابند باشه. الله به ما شما توفیق بده. ربنا وفقنا لما تحب. الله به ایمان ثبات به ایمان توفیق بده. ربنا اصلح لنا شأننا. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویند به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخوان تویی، خوشخوان و خوش الهام تویی، خواننده قرآن تویی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، وی از لسان مصطفاست، در سینه تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلسی